مشایی احمق، ای خاک بر سر بیورزت کنن که اسمتو گذاشتی دفتر رئیس جمهور. این بود دفتر؟ ورق پاره هم نبودی. این ماس واسطی تا همه بذارن از سالن برن بیرون. پات میشکست اگه وامیستادی جلو در رو میگفتی کسی حق نداره بره بیرون. ارزه نداشتی بگی هر کی میخواد بره بیرون باید از جسد من رد بشه. یک کمی از زبون درازیاتو برای اینا نمیتونستی میکنی ناکس. قرار بود نذارن کسی از مجمع عمومی خارج بشه. تازه اگه نتونستن قرار بود بلافاصله نفر بفرستن تو جاشون رو پر بکنه. اون دفعه اون همه بردیم داخل کشور چروندیم برای همین روزا بود که نفر بفرستیم تو. اصلا حفاظت آقا محمود کارش همین بنا بوده باشه. باید از آبروش حفاظت میکرد وگرنه خودش که تحفه‌ای نیست که مثلا کسی بخواد بیاد ببرتش. گل گفتی آقای دکتر. اینم یه بدبختی دیگه نظامه. اگه پی‌طلبی خالی روغن نباتی قر و دبه و سوراخ بذاری تو کوچه ورش میدارن، ولی این حیوانکی بدبخت اگه 100 سالم ولش کنی تو کوچه و خیابون کسی رغبت نمیکنه نگاش کنه. یک فضاحتی بود که بیا و ببین. تو به من میگی؟ من که خودم میدونم. همچین که آقا محمود رفت پشت تریبون سالن خالی شد. مستخدم سازمان ملل اومد گفتش که آقا محمود بیا این کلید سالن صحبتات که تموم شد لامپا و کولرها رو خاموش کن، در رو قفل کن، کلیدو بده به اون کیوسک حفاظت بیرون، من فردا ازشون میگیرم. ولی این همه اعتماد به آقا محمود ما سابقه نداشته ها. من خودم باشم کلید حیات خلوتمونم بهش نمیدم. اینو بهش میگن اقتدار نظام. آی دکتر من سر این داستان خیلی داغونم. اونو که میدونم، ولی ازت میخوام که اقتدار خودتو با آرامش خودت حفظ بکنی. عین زودپز باش که تو همون حالی که میجوشی یواش یواش برای خودت سوت هم میزنی. ای خاک بر سر بیورزه این رئیس دفتر کنن که دفتر این آقای دکترم نمیتونه بشه. ببینم چی گفتی اینجا وسط؟ آیه دکتر چون شایستگی حفاظت از این اسطوره استراتژیکی معدن تاکتیک الهه بی‌نظیر جاده‌های پرپیچ و غزل زیبای تئوری قصیده بلند همت و قدرت و شوکت و معرفت. هیبت هم بگو. هیبت. بله این که مفروضه. خوشم میاد از این حقیقت گویی زق و زنندت که مراعات شکست نفسی ذاتی ما رو نمی‌کنی. همینجوری حرفا میدی جلو. دکتر بی اختیار گفتم. حالا برای اینکه شما ناراحت نشین دیگه نمیگم. بی خود میکنی دیگه نمیگی. ناکس حالا ما یه چیزی گفتیم تو چرا باور کردی؟ از این همه حرفای گوهربار ما تو همین یکی شکست نفسی رو هوا زدی. ناکس آیه دکتر بزنبادر نباید این قد هم به آقا محمود و اینکه سفرش به ملل متحد هیچ دستاوردی برای نظام نداشت خورده گرفت. بالاخره ایشون تو مسیر برگشتش به موریتانی و سودان هم یه سری زدن و باکای هواپیما رو تو این بی بنزینی و بدبختی که گریبان نظام الهیمون رو گرفته پر کردن. اگه این دستاورد نیست پس چی دستاورد آیه دکتر؟ البته دستاوردش که خیلیه، یه 3-4 هزار لیتری میشه. اما مرحوم عوضی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه با رفیقاش رفتن بانک زدن، همشون مشنگ بودن، به جای گاف صندوق آب سردکن برداشتن برای خودشون آوردن. روشن شد یا همچین بزنم که بنزین هواپیما ازت بریزه. روشن شد. آیه دکتر بزنبادر توی این گیرودار یه نامه داریم از مار. راست میگی یا میخوای ما رو به ترسونی این وسط؟ بله جدی میگم. مار آیه دکتر. سوسمار یا مار؟ مار سوس نداره. پس حاج آقا مصباح نیست. بله اون سوس داره. آها مار. حاج منصور ارزی مداح مقام عظما که گفته بود خرج کشتن رهی مشنگی رو میده. بله آره خودشه آیه دکتر. همین نوشته همیشه این رحیم مشنگی دسته گل آب میداد که ما شکایتش رو به آقا محمود میکردیم. این دفعه فهمیدیم خود آقا محمود هم این کارا هست. آبرو و حیثیت داره مقام عظما نذاشین. آره دیگه. مرحوم عوضی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو رفت به همسایش گفتش که جلوی این سگ تو بگیر، امروز جوجه ما رو خورده. همسایه که مشنگ بود خوشحالم شد، تازه گفت خوب شد گفتی دیگه امروز بهش غذا ندم. روشن شد یا همچین بذارم که دیگه امروز غذا نخوری. آی دکتر این رحیم مشایی ولش کن بابا. این بدبخت و این همین بدبختی براش بسه برای رحیم مشایی که از ایران برش میبرن تا آمریکا، ولی اونجا هیچ ملاقاتی نمیبرنش. بدبخت تر از اون آقا محموده که از شهر رونده و از دل مونده است. ولی دلت خیلی براش نسوزه. بدبخت تر از اون خود مقام عظما هستن که باید این بابا رو بفرستن اونجا به عنوان نماینده نظام تو سازمان ملل که هنوز
برنگشته پنبهشو این طرف اون طرف نظام براش زدن. آیه دکتر ممکنه انتظار داشته باشین که اینجا وارد دعوا بشه، ولی من دلم برای شما میسوزه. به نظر من بدبخت‌تر از همه اینا شما این که باید توی بدبختی ها اینا رو تر و خشک استراتژیکی کنین و ریخت و پاشاشون رو جمع کنین. لازم نکته تو دلت برای من بسوزه. بدبخت‌تر از من خود تویی که برای برنامه‌ت همین مهمون بدبخت رو برمی‌داری بیاری به عنوان استراتژیک. میخوام بهت بگم که همین سینمای بغلی فیلم لورل هاردی نشون میده. منم 2 تا بلیط خریدم. برای لورل هاردی؟ نه خیر، برای خودم و خودت. روشن شد یا همچین بذارم که فرق لورل و هاردی رو نفهمی. آقای دکتر سینما گفتین شما فیلم جاده خاکی رو دیدین؟ نه ندیدم. چطور مگه؟ زودتر برین ببینین تا آسفالتش نکردن. خجالت هم خوب چیزیه تو با یه فیلم آسفالت جاده خاکی اینجوری خودتو گم میکنی. خجالت خوب چیزه. بشین سر جات. من که گفتم تو اینقدر بدبختی من میذارم به خاطر که دست بزن دارم برای که حق زدن دارم.